تا حالا فکر کردین سیاه‌چاله‌ها چقدر عمر میکنن؟ از لحظه بیگ بنگ تا همین امروز سیاه‌چاله‌های فوق‌العاده عظیمی در مرکز کهکشان‌ها بودن. اما یک سوال عجیب ذهن دانشمندان رو درگیر کرده که آیا سیاه‌چاله‌ها روزی میمیرن؟ اگر بله، عمرشون چقدره؟ به فکتیس خوش اومدین. امروز میخوایم به عجیب ترین موجود جهان نگاهی بندازیم و عظمت کیهان رو کمی درک کنیم. در این ویدیو میخوایم از مرگ ستاره‌ها شروع کنیم، به تولد سیاه‌چاله‌ها و ستاره‌های نوترونی برسیم و در نهایت ببینیم پایان این اجرام چه زمانیه. داستان عمر سیاه‌چاله‌ها از مرگ ستاره‌ها شروع میشه. ستاره‌ها موتورهای هسته‌ای عظیمی هستند که میلیاردها سال هیدروژن رو میسوزونن، اما هر سوختی روزی تموم میشه. وقتی ستاره پرجرم بمیره، انفجار عظیمی به اسم ابرنواختر رخ میده. هسته ستاره زیر وزن خودش فرو میریزه و نتیجه این فروپاشی دو سرنوشته: ستاره نوترونی و سیاه‌چاله. اگر جرم هسته کافی نباشه و تا بی نهایت فرو نپاشه، ستاره‌ای فوق‌العاده چگال باقی میمونه. یک ستاره نوترونی که یک قاشق چای خوری از اون میتونه میلیاردها تن وزن داشته باشه. ستاره‌های نوترونی یکی از شگفت‌انگیزترین اجرام کیهان هستند. اونها هنوز کاملا زنده نیستن، اما کاملا مرده هم نیستن. انرژی از دست میدن، سرد میشن، اما همچنان باقی میمونن. در این انفجار اگر جرم ستاره خیلی زیاد باشه، گرانش آنقدر قوی میشه که حتی نور هم نمیتونه فرار کنه. اینجاست که یک سیاه‌چاله متولد میشه. کیهان 13.8 میلیارد سال عمر داره و تا به امروز هیچ سیاه‌چاله‌ای از زمان پیدایش نابود نشده. دلیلش هم ساده است. فرایندی که باعث نابودی سیاه‌چاله میشه، تابش هاوکینگ، بسیار بسیار آهسته تر از تصور ماست. اما بالاخره باید یه روزی تموم شه. ولی کی؟ بیاین برگردیم به عقب. عمر ستاره‌های نوترونی چقدره؟ در واقع هیچ کس نمیدونه که پایان نهایی ستاره‌های نوترونی چیست، اما بر اساس مدل‌های فعلی ستاره‌های نوترونی میتونن تریلیون سال باقی بمونن، ولی عمرشان در برابر سیاه‌چاله‌ها هیچی نیست. اینجا یه سوال عجیب پیش میاد. تا به الان هیچ ستاره نوترونی نابود نشده؟ چرا؟ نابود شده با دو احتمال. اگر یک ستاره نوترونی در سیستم دوتایی با یک سیاه‌چاله باشه، به وسیله گرانش سیاه‌چاله کشیده شده و متلاشی میشه. اگر دو ستاره نوترونی به همدیگه برخورد کنن، هر دو از هم میپاشن و تبدیل به سیاه‌چاله میشه. اما اگر در فضا سرگردان بمانه، احتمال داره در آینده‌ای بسیار دور، وقتی پروتون ها ناپایدارشن، ستاره های نوترونی کم کم فرو بپاشن. پس عمرشان از عمر فعلی جهان بسیار بسیار بیشتره، تقریبا تا پایان زمان. سیاه‌چاله ها چگونه میمیرن؟ تابش هاوکینگ. استیون هاوکینگ در دهه 1970 نشون داد که سیاه‌چاله ها به طور آرام از خود تابش کوانتومی ساطع میکنن. این تابش انرژی از دست میدهد و جرم سیاه‌چاله رو کم کم کاهش میده. اما سرعت تبخیر چطوره؟ برای مقایسه، عمر فعلی جهان 10 به توان 10 ساله، یعنی یک 10 به علاوه 10 صفر، و عمر یک ستاره نوترونی 10 به توان 15 تا 20. اما سیاه‌چاله‌ای به اندازه خورشید عمر تقریبی 10 به توان 67 سال داره. سیاه‌چاله ابر پرجرم مرکز کهکشان راه شیری 10 به توان 91 سال عمر داره. بیاین ساده تر بگم، سیاه‌چاله‌های ابر پرجرمی مانند آنهایی که در مرکز کهکشان ها هستند، برای تبخیر کامل باید زمانی سپری کنند که از تعداد اتم‌های جهان هم بیشتره، عددی تقریبا غیر قابل تصور. این مقادیر آنقدر بزرگ هستند که عملاً تا مدت‌ها پس از خاموش شدن تمام ستاره‌های جهان، سیاه‌چاله‌ها آخرین چیزهایی خواهند بود که در کیهان زنده‌اند. وقتی جهان به عصر تاریک برسه، زمانی که دیگر هیچ ستاره‌ای نمی‌درخشه، تنها سیاه‌چاله‌ها باقی میمونن. یکی یکی تبخیر میشن. آخرین سیاه‌چاله شاید پس از 10 به توان 100 سال با یک پاف از تابش کوانتومی ناپدید شد. آن لحظه پایان یکی از اسرارآمیزترین موجودات کیهانه. پس عمر یک سیاه‌چاله چقدر؟
عددی بسیار بزرگتر از تصور که ذهن انسان بتواند بفهمد، آنقدر زیاد که تاریخ جهان چند بار از نو نوشته میشه و هنوز سیاه‌چاله‌ها پابرجا هستند. سیاه‌چاله‌ها نه تنها رازهای کیهان رو در خود پنهان کردند، بلکه شاید آخرین شاهدان پایان جهان باشند. لطفاً نظرتون رو کامنت کنین و برای ما بگین از چه چیزهایی دوست دارین کلیپ بسازیم. همیشه کنجکاو بمونین.